امروز میخوایم با ارده کنجد و توت فرنگی، عسل، تخم مرغ، شیره، حالا هر نوع شیره‌ای که دارین، خرما، انگور یا هر چیز دیگه، بیکینگ پودر، وانیل، آرد، شیر، یه وافل خوشمزه درست بکنیم و یه مقدار روغن. خب یه مقدار شیر، آرد، بیکینگ پودر، وانیل، عسل طبیعی، ولی یه مقدار خیلی کم هم روغن میریزم، خیلی کم. حالا این ماده که مخلوطش کردیم و میاریم وافل که داره، صفای وافل سازش استفاده میکنیم و با مقدار روغن داخل وافل ساز میریزیم. اونایی که نازک‌تر گرفتیم خیلی بهتر در اومد. مربای توت فرنگی و نوتلا کردم، خوشمزه است. میل بکنید و لذت ببرید یه صبحونه خوشمزه.